إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در سلسله برنامه های ندای ایمان قرار داریم که الله سبحانه و تعالی اهل ایمان را خطاب قرار می دهد و اهل ایمان مورد خطاب پروردگار عالم هستند. وقتی که آیاتی که آغازش به یا ایها الذین آمنو می شود، همه جنبه های این که پیروان خود را قرآن می خواهد تعلیم بدهد، آنها را انسانهای شایسته و انسانهای زیبای قرار بدهد. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی اهل ایمان را متوجه می سازد که خبرهای گوناگونی به شما می رسد. هر کس به شما خبری می آورد، چون وقتی شما پیرو دین و اسلام و قرآن شدید، در اینجا از هر طرف برای شما خبرهای می رسد. شما دشمنهای گوناگونی دارید، شما دوستانی دارید، شما بالاخره حریفانی دارید، شما اشخاصی دارید که نمیخواهند زندگی شما خوب باشه و اشخاصی دارید که میخواهند زندگی شما خوب باشه. به هر حال در دنیا کسانی هستند که خبر میدن ولی خبر اونها موثق نیست. اگر تو انسان یک خبر میشنوی و جا در جا تصمیم میگیری بدون تحقیق، در حقیقت هم به خود ظلم کردی هم برای دیگران. پس برای یک انسان مسلمان لازم و ضروری است که وقتی خبر را میشنوه برای خود خوب تحقیق کنه، مطالعه کنه و فکر کنه و بعد تصمیم بگیره. این آیه مبارکه سبحان الله، همه آیات قرآن زیباست. این آیه مبارکه اگر امت اسلامی به این آیه مبارکه عمل کنن، در حقیقت فوز و فلاح و رستگاری نصیب می شود، اختلافات برداشته می شود، مشکلات دور می شود. امروز که امت اسلامی فرقه ساختن، گروه ساختن، از اثر این که از یک گروه خبر بردن برای دیگری و از دیگری خبر بردن برای دیگری و از این اخباری که برای همدیگر رد و بدل شده اکثرا واقعیت نداشته. چقدر بین مسلمان ها جنگ ها صورت گرفته، کشتارها شده و تا به امروز میبینیم فرق اسلامی به جان همدیگر افتادن، فقط اخباری که درست و صحیح به همدیگر نرسیده. این آیه پیروان خود را میخواه متوجه بسازه که شما اهل تحقیق باشید، کرکورانه عمل نکنید، عجولانه حرکت نداشته باشید. شما باید اهل تفکر باشید. پیروان قرآن باید خیلی محققانه حرکت بکنن، خیلی مدبرانه، خیلی بالاخره حرکتی داشته باشن که فکر کنن، اندیشه داشته باشن. این آیه میفرماید که ان جاءکم فاسق یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای مؤمنین،
ان جاءکم فاسق، اگر آمد برای شما خبر آورد یک فاسقی، ان جاءکم فاسق بنبأ، به یک خبری، فتبینوا. خیلی دقت به کار هست. خیلی از واقعات امروزی میبینیم یک فاسق خبری آورده، شخص سر انگیزه آمده، سر احساسات آمده، زد طرف را کشت، زد آبروی طرف را برد. یک نفر که کشته شد دیگه زنده نمی شود مگر اینکه در روز قیامت برمیخیزه. یک نفر که آبرویش در دنیا رفت، خیلی مشکله که او پس آبرویش را به دست بیاوره. خیلی از آبروریزی ها، خیلی از قتل و کشتارها به این شده که ما دقت نکردیم، طرف دقت نکرده. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. نگاه کن که وقتی به تو خبری رسید، نری با بالاخره با گروهی که نمیدانی که اونها کی هستن وصل نشوید. با اخبار نمیشه. سعی بکن خبر کی داد، اخبار کی آورد، گزارش کی داد. امروز ما میتونیم به تحت این آیه مبارکه خیلی از اخبار بسیاری از رسانه هایی که امروز بدون تحقیق، بدون گپ و گفت، بدون چی میبینیم خبر پخش کردن، خبر دادن، جامعه مشوش ساختن، جامعه بالاخره دیگرگون ساختن، یک گروه علیه گروه دیگر انگیزه دادن. تو انسان مسلمان میگه چنین نباشی. به خاطر چی؟ اگر چنین حرکتی کردی فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، به او فعل و او حرکتی که انجام دادی پشیمان میشی. نشه که روزی به پشیمانی بیفتی، نشه روزی که بگی کاش به فلانی چنین حرف نمی گفتم، کاش چنین حرکت نمی کردم، کاش بالاخره آبروی فلانی را نمی بردم، این خبر که دروغ بود، این واقعه دروغ بود، این فلان بود و فلان بود. پس این آیه مبارکه ما را متوجه می سازه. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خوب واضح کنید، خوب آشکارا کنید، تحقیق کنید، صبر داشته باشید، تحمل داشته باشید. پس زود تصمیم گرفتن، زود حرکت کردن، زود بالاخره قیام کردن، اینها بدون تحقیق این آیه نمیپذیرد. اهل ایمان باید تمام قول و گفتار و حرکاتشان همه باید مدبرانه و باید عاقلانه و باید خردمندانه باشه. یعنی اهل قرآن، اهل خرد، اهل فکر، اهل اندیشه، اهل تفکر و تدبر. آیه دیگر که مخاطب میکند اهل ایمان را یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای اهل ایمان، لم تقولون ما لا تفعلون، چرا او چیزی که میگویید فعل نمی کنید؟ یعنی چی؟ یعنی دین اسلام تنها دین شعار نیست. به شعار نمیشه من مسلمانم. باید اعمال ما اعمال اسلامی باشه، باید گفتار ما گفتار اسلامی باشه، باید حرکات ما حرکات اسلامی باشه. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون، چرا او چیزی که میگویید، لم تقولون ما لا تفعلون، فعل نمی کنید. پس این آیه این درس را به ما میده که دین اسلام تنها دین شعار نیست، دین اسلام دین عمل هست. وقتی ما میگیم غیبت بده، باید غیبت نکرد. وقتی ما میگیم تجسس بده، باید تجسس نکرد. وقتی ما میگیم گمان بده، باید گمان بد نداشت به کسی. وقتی ما میگیم صلح و صفا و صمیمیت خوبه، باید صلح و صفا و صمیمیت داشته باشیم. باید اقوال ما با اعمال ما باید موافقت داشته باشه. که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که او چیزی که میگوییم از دین و از اسلام و قرآن به او عمل داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی ما را عامل به قرآن و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم
داشته باشه. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.